قدر تایم و ثانیه به ثانیه که داره میگذره رو نمیدونیم. برای همینی که یا کل روز همش احساس ناکافی بودن و عذاب وجدان به خودمون میدیم، یا انقدر کسلیم که نمیتونیم به همه کارهامون برسیم، یا کلی کارامون عقب میفته و صرفا خودمون رو میخوایم ببریم به سمت کارهای ساده و راحت و اینکه فرار کنیم از انجام اون کارها. قبلا یه ویدیو در مورد این صحبت کرده بودم که اینجا براتون قرار میدم، اهمال کاری ها. اما امروز قرار نیست در مورد اهمال کاری صحبت کنیم. امروز قرار در مورد یک روشی و یک قانونی صحبت بکنیم که به شما کمک میکنه دیگه شبانه روز در اعماق اکسپلور شبکه‌های اجتماعی نباشید، انقدر کسل و بی‌حوصله نباشید و برسید به کارهاتون، حتی کارهای کوچیک. و یک معرفی کتاب جذابم دارم که اینجا آوردم گذاشتم. خب الان نمیخوام در مورد این کتاب صحبت کنم و این قانون با ترکیب این کتاب خیلی خفن میشه که براتون الان کامل توضیح میدم. پس اگر تا الان عضو چنل یوتیوب من نشدی، سابسکرایب نکردی، سابسکرایب کن، لایک کنی ویدیو رو و بریم به سراغ روش و قانونی که میخوام این سری بهتون بگم. خب من شهرزاد هستم، من شهرزاد جرمن آکادمی. خیلی خوشحال میشم که من تو فضای مجازی اینستاگرام و یوتیوب هم دنبال بکنی. منابع و محتوای متفاوتی اونجا گذاشته میشه. اما بریم سراغ اصل ماجرا و محتوای این ویدیویی که قراره در موردش با هم صحبت بکنیم. بچه‌ها یه قانونی هست که شما با یک سرچ ساده توی گوگل میتونید به انواع مقاله ها و آرتیکل ها و توضیحات این قانون برسید. از خودم در نمیارم هیچ موقع چیزی رو. یه قانونی هست به نام قانون 8-8-8. یعنی چی؟ میگه به صورت نرمال و عادی تمام انسان ها میتونن در هر شرایطی که هستن این قانون رو برای خودشون شخصی سازی بکنن. حالا این 8-8-8 چیه؟ 8 ساعت میگه بگیر بخواب، استراحت کافی کن دیگه. 8 ساعت برو سر کارت، شغل داری و 8 ساعت برای خودت اختصاص بده. حالا یک سری از دوستان مهارت‌های متفاوت یاد میگیرن، دانشجو هستن، یا مثل شما که اکثرتون مخاطبین من هستید در حال یادگیری زبان خارجی هستن. حالا میخواد آلمانی باشه یا هر زبان دیگه. مثل من که خب هم دارم آلمانی میخونم، هم میخوام انگلیسی میخونم، هم دارم زبان فرانسه میخوام بخونم، کلی چند تا چیز دارم هندل میکنم. اما دیدید که خیلی هم میگه وای من مشغله دارم، وای من صبح تا شب سر کارم، وای من مثلا اینجوریه، وای اونجوریه و فرار میکنید از اون تایمی که واقعا میتونید برای خودتون اختصاص بدید و اون تایم رو به بتالت و به بدترین حالت ممکن در واقع سپریش میکنید. یا توی اینستاگرامید هی این شبکه‌های مجازی رو هی زیر و رو میکنید، هی این پیج این پیج اون، یا میشینید چه می‌دونم بازی میکنید. کارهایی که میتونید تو اون تایم برای اهدافتون انجام بدید و در میرید. قضیه همون کاراکتر است که توی ویدیو اهمال کاری براتون گذاشتم. حالا یا اینجا میذارم یا اینجا براتون، اگه ندیدید حتما ببینید. خب پس این بخش اهمال کاری یه چیزه، تایم اختصاص دادن هم یه چیز دیگه است که میخوایم توی قانون 8-8-8 در موردش صحبت کنیم. خب حالا میتونید هر کس طبق شرایط زندگیش حتی میتونید این قانون رو شخصی سازی کنید و کم و زیادش بکنید. یعنی شاید بگید خب من 5 ساعت 6 ساعت هم بخوابم کافیه برام. پس 2-3 ساعت تایم سیو میکنید از اون 8 ساعت. اون 2-3 ساعت رو میتونید به تفریحتون اختصاص بدید، به یادگیری اختصاص بدید، یا حتی به شغلتون. شاید بگید من بیشتر از 8 ساعت دارم کار میکنم در طول روز. پس میشه جابجا کرد. خیلی از بچه‌ها کار نمی‌کنن، اون 8 ساعت براشون مونده. شاید دانشجوان، شاید محصلن، خب به اون تایم درس خوندنشون و تایمی که توی دانشگاه یا مدرسه دارن اختصاص میدن. پس می‌بینید همه چیز رو میتونید شخصی سازی کنید، ولی اگر واقعا بخواید تغییر کنید، هر چیزی باعث نشه که شما با دیدنش یا گوش کردن به اون یه استوری ببینید بگید وای ناامید شدم، پس کلا این درس رو نمیخونم، ای وای
فلان استوری رو یه نفر رو دیدم و دیگه نمیخوام بخونم. اگر همچین چیزهایی با یه تلنگرهای کوچیک باعث میشه ناامید میشید، یه ذره حس میکنم که شاید اهدافتون اونقدر قوی نیست. معمولا کسی که جهت سرگرمی زبان خارجی رو یاد میگیرن، یعنی هدفی ندارن که اپلای کنن، اپلای کاری، تحصیلی یا اوسبیلدونگ، خب حق دارن. اون هدف خیلی قطعی ندارن که به خاطرش تلاش کنن. خب حالا بخونم نخونن اتفاق خاصی نمیفته، ولی اکثریت که شما اینجا هستید و دارید این ویدیو رو میبینید اینطوری نیستید. هدف بزرگی دارید، حالا یا میخواین تحصیلی مهاجرت کنید یا کاری یا اوسبیلدونگ، درسته؟ و برای اون هدف بزرگ است که دارید آلمانی میخونید، از سر دلخوشی که آلمانی نمیخونید. پس میتونید این قانون 888 رو شخصی سازی کنید و برنامه ریزی کنید. مثلا من 8 ساعت شاید نخوابم، 7 ساعت، 6 ساعت و نیم، اصلا 7 ساعت و نیم. ببینید میتونید کم کنید، میتونید از یک بخشی کم کنید به دیگری اضافه کنید. خب 8 ساعت کار که میذاریم سر جاش، حالا یا شاغل هستید یا اصلا دانشجو هستید، 8 ساعت اصلا کنار. 24 ساعت مگه بیشتر داریم از شبانه روز؟ همینه دیگه. 8 ساعتش گذاشتیم کنار. 8 ساعت هم گفتیم برای طبق تایم خوابمونه میتونیم 1 الی 2 ساعت کم و زیادش کنیم. خب باز اونو در واقع میتونیم شخصی سازی کنیم هر کس و تایمی بر خودش سیف میکنه و اون تایم هایی که سیف میکنیم اضافه میشه به اون 8 ساعتی که برای خودمون میخوایم اختصاص بدیم برای یادگیری زبانمون. حالا من نمیگم 8 ساعت بشین یک کله درس بخون، بالاخره ما انسانیم، نیاز به تفریح داریم، نیاز داریم که با دوستانمون وقت بگذرونیم، نیاز داریم که حالا حتما همش فقط نباید زبان بخونیم، درسای دیگه بخونیم. مثلا خود من جدا از اینکه خودم دارم زبان خارجی میخونم، خب نیاز دارم که به عنوان یک مدرس و برنامه‌ریز تو دوره‌های متفاوتی شرکت کنم و تو دوره‌های دانشگاه معتبر متفاوت شرکت میکنم که آنلاین هستش، یا حتی دانشگاهی در واقع داخل ایران که دوره‌هایی که مرتبط برای آموزش زبان قرار میدن شرکت میکنم. خب اینها هم جزء یادگیری میشه دیگه، همش درس خوندن زبان خوندن که نمیشه. پس من این 8 ساعت رو برای اینها اختصاص میدم و اولویت بندی میکنم. هدف اینه که تو این 8 ساعت از این قانون 888 اون 8 ساعتی که برای یادگیری مهارتی که برای شما میشه زبان خارجی در موردش صحبت میکنیم. خب اولا اینکه بچه‌ها ما باید اولویت بندی کنیم. مهارت هایی که میخوایم یاد بگیریم رو طبق اولویت در واقع زیاد درجه بندی کنیم تا پایین بر خودمون یه لیست کنیم. یه دفتر بردارید، یک برگه بردارید و برای خودتون مهارت هایی که میخواین یاد بگیرید، مخصوصا که الان آخر سال هستیم و سال جدید داره شروع میشه، خیلی میتونه این برای شما مفید باشه. بشینید لیست کنید. همین الان یه دقیقه ویدیو رو پاوز کنید، پاشید برید یه دفتر و قلم بیارید و شروع کنید به نوشتن. همین الان که تو فازشین بنویسید. خب بگید من خب میخوام اینا رو در واقع یه لیستی درست کنید و از لیستی که از مهارت‌هایی که میخواین یاد بگیرید که یکیش زبان‌های خارجی هست، حالا این لیستی که کردین گلچین کردید رو اولویت بندی کنید. یادگیری زبان اولویت چندمتونه. بچه‌ها شما اگر هدفتون اینه که سال آینده یا 2 سال دیگه یا 3 سال دیگه مهاجرت کنید، هدفتون اینه که اپلای تحصیلی کنید، هدفتون اینه که اپلای کاری یا اوسبیلدونگ کنید، یادگیری زبان خارجی باید اولویت اول یا دومتون باشه. غیر این اگر نمیتونید اولویت قرار بدید برای زبان، به کارهای دیگه‌تون برسید. اولویت‌های دیگه‌تون رو انجام بدید، تمام شد، پرونده‌شو بستید، به اتمام رسید، تکمیل شد، حالا بیاین سراغ زبان. باید برای زبان وقت اختصاص بدید. نمیشه بگید من صبح تا شب سر کارم، یا مثلا فرزند کوچیک دارم، یا کارم شیفتیه، یا صبح تا شب دانشگاهم، هم میخوام به اونا برسم، هم میخوام به تفریح چه میدونم سفر و خوشگذرونی برسم، هم میخوام به مهمونیام برسم، هم میخوام 1 ساعت زبان بخونم و تو اون 1 ساعت زبان خوندن بودوی مثلا 6 ماه از 0 برسم به B2. منطقی فکر کنیم، حرفه‌ای فکر کنیم، اصولی فکر کنیم. بچه‌ها نمیشه شما هر چقدر به زبان اختصاص بدید نتیجه‌ش هم به همون مقدار میبینید.
اگه 1 ساعت به زبان اختصاص میدی، نتیجه و ثمرش رو از همون 1 ساعت میبینی. کسی که 5 ساعت زبان میخونه همونقدر میبینه. 8 ساعت زبان میخونه همونقدر میبینه. بذار بهتون یک رازی رو بگم. راز که نیست، یک کلید موفقیته، چه برای من چه برای تمام کسایی که چند زبانه شدن و تو زبانهای خارجی تسلط دارن. اگه برید صحبتاشون رو گوش کنید و از تجربه هاشون بشنوید، همشون یک حرف مشترک رو میزنن که منم همینو میگم. بچه ها، زمانی زبان من خوب شد و متوجه شدم که دارم میرم به اون درجه های بالاتر، اصلا سطح زبانم داره میره بالا. زمانی بود که من از 7 روز هفته 6 روز درس میخوندم و تو این 6 روز زمان زیادی اختصاص میدادم. دیگه 1-2 ساعت نمیخوندم. اصلا خود آدم حس میکنه. بچه‌ها نمودار یادگیری زبان الان براتون اینجا عکسش هم میذارم. این شکلی است که توی یه خط صافی باشه، همینجوری صاف 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 بخونید برسید به ته. بالا پایین داره. یهو میرید تو اوج، بعد یهو فرداش با مغز میخوریم زمین. منم همین بودم دیگه، جدا از شما که نیستم. خب و همون روزی که با مغز خوردیم زمین و فکر میکنیم ما هیچی از این زبان سر در نمیاریم و هیچی نمیشیم، فرداش پس فرداش 2-3 روز بعدش یهو میبینیم از اون رفتیم بالا و میبینیم واو چقدر من دارم پیشرفت میکنم، چقدر تغییر کردم. و این نشون دهنده استمراره. حالا قرارم نیست یهو بگید اوکی من مثلا روز 1 ساعت بخوندم، من فردا بشینم روز 6-7 ساعت بخونم. خب نمیشه، یهو که نمیشه. شما باید با قدم‌های کوچیک و کوچیک خورد هی اضافه کنید. هفته اول نیم ساعت اضافه کنید، هفته دوم 1 ساعت اضافه کنید، هفته بعدش 2 ساعت اضافه کنید. این شکلی یهویی که همیشه اتفاق نمیفته. خب حالا کتابی که میخواستم بهتون کمک کنم، من خیلی کتاب در مورد برنامه ریزی، در مورد کارها رو اصلا چه شکلی بتونیم ببریم جلو و به انجامش بدیم که نه به مغزمون فشار بیاد، نه به ذهن و نه به جسممون و اصولی و صحیح انجام بدید خوندم. یکی از بهترین کتاب‌هایی که واقعاً تاثیرگذار بود برای من بچه‌ها کتاب بی حد و مرزه. حالا اسمش یه ذره بگید واو از اون کتابای مثلا زرد روانشناسی، نه نیست، اصلا از اون کتابا نیست بچه‌ها. رو جلدش چی نوشته مغزتان را بهبود دهید، همه چیز را سریعتر یاد بگیرید و بهترین شکل از زندگی خود را بیابید. واقعا همینه، یعنی کل کتاب واقعا داره به شما یاد میده که به بهترین شکل ممکن چه شکلی با مغزمون بازی کنیم و ببریم جلو و تاثیر داره. من تک کارهایی که تو این کتاب گفته رو انجام دادم و اون موقع چند سال پیش خوندم. من معمولا حالا می‌نویسم کتابایی که خوندم چه تاریخی بوده اینا. نگاه کنید بچه‌ها، 17 اسفند سال 99، حالا نمیدونم چقدر تو این تصویر مشخصه، اینجا نوشتم من سال 99 این کتابو خوندم و بسیار بسیار اثرگذاره. کتاب اسمش کتاب بی حد و مرز، از نشر و انتشارات میلکان هستش و ترجمه پگاه فرهنگ مهر هستش. پگاه جان یک از دوستان منم هستش و در واقع ترجمه‌اش خیلی عالیه، بسیار ترجمه روانی داره و یادمه که وقتی من کتابو میخوندم اون موقع یه پیج کتاب داشتم و الانم تصمیم گرفتم که برگردم به میادین معرفی کتاب، یه پیج جدید زدم خیلی کوچولو موچولو، تازه از صفر شروعش کردم. اینجا یا اینور یا اینور براتون اسمشو میذارم، دوست داشتید و اگه میخواین اهل مطالعه بشین و کتاب بخونید در خدمتتون هستم، تشریف بیارید تو اون چنل. یادمه که اون موقع که داشتم این کتاب میخوندم مثلا کتابی بود که کسی اینو نمیخوند، زیاد مطرح نبود. من چاپ دومش هم دارم بچه‌ها اینجا هستش. اونقدر مثلا کسی ازش اسم نبرده بود و اینا، فکر می‌کردین چه کتاب مثلا زرد یا کتاب بدیه. و وقتی که اون موقع که پیج کتاب قبلا ها داشتم چند هزار تا فالوور داشت، چند هزار فالوور داشت، اون موقع فکر کنم 5-6 هزار تا فالوور داشت، سال 99 که دارم بهتون میگم، و معرفیش کردم چنان یه قوقایی شد و این کتاب یه جوری شده بود که بچه‌ها به من پیام دادن که شهرزاد
کتاب بی حد و مرز چاپش تموم شده و انتشارات میگه وایسید چاپ مجدد بزنیم و هی زیاد شد و الان نمیدونم چاپ چندمه و خیلی تاثیر مثبتی هم رو چاپ کتاب داشت، هم رو خود اینکه خیلی ها استفاده کردن و نتیجه دیدن. خیلی کتاب سبکیه بچه‌ها، چند صفحه است بهتون بگم، این منبع اوناش کاری نداریم. صفحه 298 صفحه است در واقع، حدوداً 300 صفحه. فکر کنید من اسفند ماه شروع کردم خوندم، اینجا تاریخ دادم که تموم شده، سال در واقع 1 ماه بعدش تموم کردم، 3 فروردین تمومش کرده بودم. خیلی کتاب روونیه، ساده‌ایه، سریع میتونید بخونید و خیلی خوب توضیح داده. نگاه کنید بچه‌ها، حتی تو این کتاب گفته چطور هر کتابی رو بخونیم و به خاطر بسپاریم و نگاه کنید براتون نمودار و اینجور چیزا گذاشته، نمودار مثلا یادگیری، نمودار مرور مطالب، منحنی فراموشی. خیلی کتاب خوبیه به نظرم. هر کسی، چه کسی که میخواد زبان بخونه، چه کسی میخواد درس بخونه، بنویسه. میبینید من چقدر هایلایتش کردم. خیلی کتاب خوبیه و یک روشی یاد میده برای یادگیری کلمات. انقدر جالبه، خیلی طولانی میشه بخوام صحبت کنم، برای همین میخوام برید بخرید این کتابو. به نظرم واقعا این کتابو بخونید، حالا یا به صورت ای بوک بخونید تو در واقع اپلیکیشن هایی که به صورت اونجوری پی دی اف اینا میذارن، یا برید بخرید. به نظرم هر کسی باید این کتابو داشته باشه تو خونش و بسیار بسیار کتاب مفیدی هست و این قانون رو میتونید با این کتاب پیش ببرید. خیلی جذابه، اصلا داستان و رمان و اینها نیست و به شما واقعا تو مرحله درس خوندن و یادگیری مهارتی به شما خیلی کمک میکنه که هوشمندانه قدم بردارید. پس برای اون 8 ساعتی که از قانون 888 میتونید از این کتاب به بهترین شکل ممکن استفاده بکنید و همچنین براش برنامه ریزی کنید. خب با قدم‌های کوچیک گام بردارید، با 2 ساعت، با 3 ساعت، با 4 ساعت و بعدش بتونید اضافه بکنید. حالا اگر دوست داشتین در واقع طبق شرایط خودتون، طبق تایم خودتون، طبق ضعف‌های خودتون، طبق سطح زبانی خودتون یک برنامه‌ریزی شخصی سازی شده داشته باشین، میتونید رو کمک من حساب بکنید، مخصوصا برای این ایام، و بشینید حسابی اصولی درس بخونید. اگر همچین چیزی دوست داشتید در خدمتتون هستم. میتونید به اینستای من پیام بدید یا تلگرام، براتون اینجا هم تو دیسکریپشن هم توی تصویر واسهتون آیدی رو میذارم. خلاصه که از این قانون استفاده کنید، از این کتاب حسابی استفاده کنید و ببینم چه میکنید. حتما اگر این کتاب رو خوندین بر من نظرتون رو بنویسین، خوشحال میشم. و اگر این قانون رو دارید اجرا میکنید بسیار بسیار خوشحال میشم که نظرتون رو بگین و منتظرتونم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه.